عزیزانم، هموطنان گرامیم، به یک سری دیگر از برنامه‌های آشپزخانه لوی ویدا خوش آمدید و خوشحالم که میتوانم برنامه‌های آشپزی رو در دسترس یکایک شما ایرانیان بگذارم. البته میتوانید شماها از وبسایت بنده هم استفاده کنید. در وبسایت هم برنامه‌های دیگر آشپزی هست. وبسایت من www.elvida.co.il. خوشحال میشم که الان دستور کتلت تون با بادمجان و مواد لازم: 2 قوطی کنسرو تون با که در آب است، نه با روغن، 2 عدد بادمجان، 1 لیوان شبیت خرد شده، 3 حبه سیر خرد شده، 2 عدد تخم مرغ، 2 قاشق آرد، نمک، فلفل، کمی تندی و روغن به مقدار کافی. طرز تهیه: بادمجان ها را برش ورقی میبریم، نمک میزنیم، پس از نیم ساعت میشوییم، خشک میکنیم، سرخ میکنیم و در یک بشقابی قرار میدیم. به روی تخته آشپزخانه بادمجان ها و تون کنسروی رو با هم ساتوری میکنیم. سیر رو در کمی روغن زیتون سرخ میکنیم، خنک میکنیم. همه مواد رو در کاسه‌ای با هم مخلوط میکنیم و به قدری به هم میزنیم تا تخم مرغ‌هایی که در این مواد هست کف کنه و ادویه میزنیم. ماهیتابه رو با روغن به روی حرارت ملایم میگذاریم. مقداری از مایع مخلوطی رو در کف دستمون میگذاریم، از اون کتلت های کوچکی درست میکنیم، در روغن از هر دو رو سرخ میکنیم. سرو این کتلت ها میتواند با ترشی، سبزیجات و یا چیزهای باب میل خودتان سرو کنید. خوشحال شدم که یک سری دیگر به این برنامه رو توجه دارید. از لطف شما متشکرم.